معلم خوش‌ذوقی که علاوه بر تعلیم، دانش آموزان رو برای زندگی تربیت میکنه. ما میتونیم از فضای کوچیک منازل هم برای تولید و ایجاد سرمایه و ثروت برای خانواده خودمون استفاده کنیم. دانش آموزان با کمک معلم خودشون بخشی از مدرسه رو به یک گلخانه تبدیل کردند. برای رشد هر گیاهی ما به بذر نیاز داریم. خاک، آب، نور آفتاب، ابزار و وسایل و سرمایه و نیروی انسان. اینجا روستای کلبلیه و مدرسه رازی هست. دانش آموزان دست به دست هم دادیم و یک گلخونه ساختیم. اینجا فلفل دلمه‌ای، خیار و همچنین گوجه کاشتیم اینجا و چند بارم از محصولاتشون استفاده کردیم. حس خوبی دارم چون من و دوستانم یاد گرفتیم که هر کاری نشد نداره و ما به یه موفقیت میرسیم و کار تیمی رو هم یاد گرفتیم. من دوست دارم توی یک گوشه از خونمون یک گلخونه بسازم و تجربهشو کردم و میدونم که میشه. پیشنهادم به مدارس دیگه اینه که اگه اتاق خالی دارن میتونن گلخونه و یا کاری که بهش علاقه دارن تو اونجا انجام بدن. اولین هدفمون این بود که دانش آموز یاد بگیره کار گروهی انجام بده و هدف بعدمون هم این بود که بتونه توی فضاهای کوچیک مثل منزل بتونه یک تولیدی داشته باشه، تولید محصولات کشاورزی.